حالا من که هم روز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این. اونا اشتباه میکنن. ملت ایران از یه مرزی عبور کرد، از یه مرز توانمندی و اقتدار عبور کرده. اونا دستشون نمیرسه به ملت ایران، دستشون به دامن ملت ایران نمیرسه. خیلی از اینا اینقدر دروغ گفتن راجع به ایران، خودشون باور کردن، خیال میکنن ایران یه بیابونیست، همه مردم گرسنه فقیر توی مثلا آلونک زندگی میکنن و نون نیست و غذا نیست. و وقتی میان میبینن ایرانو یه دفعه مثل آدم بیدار میشه، آدم بیهوشی که یه دفعه به هوش میاد چه خبره. خیلی از اینا حاضر نیستن بیان ببینن از ترسشون، برای اینکه میدونن اگه واقعیت ایرانو ببینن و بپذیرن باید دستشو ببرن بالا.